بیست آگوست سال جاری در روبروی شعبه بازرسی دولت اتومبیل شهر دوشنبه بودم. خب به طرف کارون روانه بودم. خب در آنجا مارشروت مرسدس بنز و تحت خط رقم 28 رو من کردم و آن رو من کردم. پولچینه کاندکتورش سرش رو بیرون کرده گفت کاروان 2 سومون و در اونجا چند نفر بودیم. همه کسی اعتراض بیان کردیم که از بدهه اصوش 1 سومون نیست. سوال دادم گفت اکا جان بفوره بشی نفوره نشی گفت. همیطور از گفتم گفت هوا همه خیلی خواستم او رو عکس گیری کنم ماشین رو. وقتی عکس گیری کردم کاندکتور سر دستش رو بالا کرد و از در بیرون شده گفت ای بس و نیز حقارت های بیجا کرد و چطور فلان میگرم فلان میکنم همه خیلی حقارت میکرد. بعد دوباره وقتی حقارت میکرد من فریاد کردم تو با دستم اشاره کردم که یک رسیبیا گفتم که بعد از تگ ماشین یک آهنه گرفت و به سری من داد زنم حقارت من اومد و گفت لوباج بازی بکنم گوی بکن لوباج قطعی میرم. مراجعت شهروند محمد موردی بررسی قرار دارد و راننده‌ای که نسبت اون دغلانه رفتار نموده است عثمانوف علیشیر حیدرویچ استقامت کننده شهر استرافشان شماره قید دولتی نقلیات مسافربریش 2416 ت 05 عین حال طبق گفته‌های راهبر جمعیت بنابر سبب مریضی پدرش در شهر استرافشان قرار دارد با آنها ما آگاهنامه دادیم. تقریبا 2500 نقلیات های مسافرکش در شهر دوشنبه عین زمان به خدمت رسانی مشغولند که در داخل نقلیات های مسافرکش معلومات نامه ها شماره های تلفن نرخ نامه خط سیر خرید خط سیر نصب کرده شده است. ما از شهروندان خواهش می نماییم که در هر نقلیات مسافرکش اگر به قانون ویرانکنی ها را مشاهده نمودن تلفن های باوری شعبه خدمات ضد انحصاری که در سامانه اینترنتی آزادگان هم هست در واسطه نقلیاتی نیز نصب گردیده است می توانند به واسطه مراجعت کنند. کمکی به واسطه خود شهروندان بسیار مهم است. هر یک مراجعت شهروندان سری وقت و به میلان اجرا کرده می شود و موردی بررسی قرار می گیرد.